تو دختر پیغمبرم که بگیری نمیتونه باد بسازه، با این اخلاقی که داری، با این زبونی که داری. که اگه حوری هم بهت بدن بعد از 6 ماه میکنیش دیو. با این اخلاقتو عوض کن. خانمتون رو برید 2 کیلو طلا براش بخرید اما بد اخلاقی کنید، کم محلی کنید، میگه با من طلا میخوام، چیزا من خودتون میخوام. به قرآن زنان اگر بند میکنن به طلا، بند میکنن به لباس، گیر میدن به امکانات خونه، روشون نمیشه که جرأت ندارن بگن اخلاقت ما رو خسته کرده. هیچ چیزی مثل اخلاق آدم عاشق نمیکنه. اخلاق با زیباترین آدم فکر کن تو دنیا هم ازدواج بکنی، اخلاق نداشته باشه حالت بهست.